درود رفقا، امیدوارم که هر جا هستید حال دلتون شاد و لباتون خندون باشه. به چنل یوتیوب خودتون خوش اومدید. 3 نچسب در یک تصویر. امیر علی باربوچی اینطوری پشت سر هم شد با بچه آدم از در میره. بله در که میره وارد میشه سلام علیک میکنه. درود رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم که بحث امروزمون بحث جالبی باشه و بتونیم یه ذره خودمون رو حداقل جلو ببریم. اگه کسی رو جلو نبردیم دقیقاً خودمون رو خالی کنیم. آره خودمون رو خالی کنیم. خالی کردن خودتون. درود به همگی، امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید و شاد و سلامت باشید. سلامت. سورپرایز کردم. آقا میدونی این علی هم که این حرفو زد چند دقیقه پیش، الان میرسیم به این بحثمون. خیانت چقدر مد شده. اصلا به نظر من رابطه‌های الان یه جوری ترسناکه، خیلی ترسناکه. اصلا نمیتونی واردش بشی. یعنی از دور شاید مثلا یه سری چیزا رو میشنوی میبینی که چقدر حال میکنن اینا، بریم تو رابطه، ولی یه سری چیزای دیگه میشنوی که بابا اصلا نمیشه. اصلا خیلی فرق داره، خیلی فرق. اصلا به نظرم اوکی نیست. خب من میدونید چی رو درک نمیکنم. طرف میدوه خب به یه نفر برسه دیگه، دیوس به یه نفر رسیدی دیگه، چرا خیانت میکنی دیگه؟ میدونی چی میگم داداش؟ اصلا منو خودم رو مثال میزنم، میگیری چی میگم؟ به یکی میرسم دیگه. داداش داری این همه تلاش میکنی میرسی، دختر به سرش هم ربطی نداره دیگه. رسیدید به هم دیگه، چفت شدید دیگه. آخه خیانتی چیه؟ اینم یه بعد قضیه است. یه بعد قضیه است اینه که تو طرفو نمیشناسی که مثلا میدوی، خیلی علاقه داری بهش، میدوی میرسی بعد دیدار اول، صحبت اول شوک میشی، میبینی اون چیزایی که تو ذهنت بوده آره خیلی وقت اصلا کاملا متلاشی میشه. خود اوکی، همون لحظه یا فردا یه هفته بعدش به طرف بگو آقا من تو رو نمیخوام. میدونی چی میگم؟ طرف از ظاهر با همون میره جلو، تو رابطه میره، بعد اصلا یا پسر یا دختر خیانت میکنه، میگه تو تایپ من نبودی. الان یه خطی که مد شده میگن آقا باش، حالا نکردی باش. میدونی یکی رو داشته باش. یعنی بیشتر فکر کنم مثلا الان رابطه‌ها اینجوریه که تنها نباشیم، حالا یکی هم باشه اوکی، فرق نمیکنه. آره خودشون رد میشن به خاطر هر چیزی. من خودم واقعا اینجوری نیستم، یعنی جدیدن این مدل نیستم. واقعا کسی ببینم اوکی نیست که اوکی نیست دیگه. من به یه درجه رسیدم که اصلا جرئت نمیکنم ریسک کنم. یعنی واسه جونم من بخوام ریسک کنم توی این قضیه، توی این موضوع، واقعا جرأتش ندارم. خب اینم اشتباه هست خب، ولی انقدر که تو اطرافیان دیدم خب، یا چند باری که واسه خودم پیش اومده، یه نمیدونم یه ترسی واسه من ایجاد شده، خب نمیتونم باش مقابله کنم. خب اونطوری باشه داشت نمیتونی ازدواج کنی که. خب اینجوری آره. که نه اینجوری که خوب نیست. اگه با ترس نه اصلا خوب نیست. خب من خودم دارم میگم اصلا خوب نیست. خب ولی دوست ندارم خب اون نقطه امنی که الان واسه خودم ایجاد کردم بی فکر بخوام خرابش کنم. یعنی با کسی هم بخوام کانکت بشم، قشنگ اول زیر نظرش میگیرم، بعد بالا پایینش میکنم، یواش یواش میرم جلو، یا حالا با هم کانکت میشیم یا کانکت هم نشدیم بلا فاصله تمام. آخه داداش ولی خب خیلیا زیر نظر من بازم حرفتو قبول ندارم. نمیدونم امیر تو حرفشو قبول داری یا نه؟ نه زیر نظر این که بذار اینو بگم، توی که زیر نظر میگیری دیوسی حرفایی میزه آدم خندش میگیره به خدا. یکی زیر نظر میگیری میری جلو، فکر میکنی که اوکیه، 1 ماه 2 ماه 3 ماه بعد فکر میکنی که اون چیزی که دلت میخواد نیست. یعنی اصلا همه تصوراتو به هم میریزه. ولی این چیز بهتون بگم، اصلا به خاطر همین زیر نظر نمیگیری. یه رابطه شکل میگیره، میری 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه میری تو رابطه، میبینی. من تجربهش کردم، واقعا دعا میکنم برای شما اتفاق بیفته. اصلا این همونی که میخوای. خیلی عجیب غریبه، 100 تا یک اتفاق میاد. من فقط یه سوال ازت دارم، این چرا آوردی؟ قشنگ بود. اومده درس بگیره از ما. اومده یاد بگیره از ما. ولی
واقعا به نظر من رابطه اینه که اول اینکه چند تا المان داره. اول اینکه بتونید با هم مکالمه کنید، یعنی بتونید با هم پینگ پونگی حرف بزنید. دوم اینکه بتونید کنار بیاید با تفاوت‌های هم دیگه. مثلا میزنم، من مثلا طرفدار یه تیمی هم، تو طرفدار یه تیمی. تو اگه از تیم صحبت کردی با من انقدر آسان تحملم بالا باشه که حتی اگه برخلاف میلم باشه بتونم کنار بیام. شاید هم یه روزی اصلا برم تو ساید تو بازی کنم. یعنی از خود گذشتگی داشته باشیم. بعد اینکه مهمترین چیز تو رابطه، خودم نظرم میگم، شما وقتی میرید تو رابطه باید یه هدفی داشته باشید. یعنی مثلا من الان چه میدونم دارم درسم میخوام، دارم کارام میکنم، دارم تنها این کارو میکنم. وقتی تو میای تو زندگیم قرار نیست اینا رو من حذف مختل بشه. با سپی علی دارم معاشرت هم میکنم، با باربا دارم معاشرت هم میکنم. تو میای تو زندگیم، اینا که خطری برای من نداشتن تا اینجا. پس بعد این زندگی قبلیمو داشته باشم، با هم دیگه من کمک کنم به طرف مقابلم، طرف مقابلم به من کمک کنه تا بتونیم یه مسیر درست بریم. یعنی اینکه تو بدون برنامه‌ریزی وارد رابطه بشی به نظرم برای خوشگذرونی تعطیله. برای من تعطیله، شاید برای بقیه تعطیل نباشه. خب در نهایت اینکه بتونیم همدیگه رو توی مسیر پیشرفت ببریم. رابطه درست اینجوری. ولی الان خب عزیزم بفهمید من بقیه‌اش متوجه شدم. میدونی حالا من نمیدونم اینو قبول دارید یا نه. نمیدونم بچه‌ها شما اینو قبول دارید؟ اینم بهتون اگه تا اینجای ویدیو با ما بودید حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه نکردینم فدا سرتون. بعد اینکه رفیق خیلی مهمه داداش تو این بحث رابطه. یعنی چی؟ یعنی رفیق باشید با هم؟ نه یا اطرافیان. رفیقات خیلی مهمه. رفیقات مثال میزنم بزن در رو باشن، لاشی باشن، تو هم مثل همونا میشی داداش. رفیق خیلی مهمه. اصلا کلا تو میگن که یه طرفی اگه میخوای بشناسی از رفیقاش بعد ببین با کیا در ارتباطه. خب من خودم مثلا نمیگم آدم خاصی هستم و دایره رفاقتای من ببین چقدر کمه. بعد ببینی کی بهت میخوره دیگه، کی با در ارتباطه، یه چیزی ازش یاد بگیر. من از سپی یه چیز خوب یاد میگیرم، از تو یه چیزی یاد میگیرم، شاید به شما یه چیز خوبی یاد بدم. اینا تو دایره هست. یعنی تو اگه یکی هم وارد زندگیت میکنی، یه جنس مخالف وارد زندگیت میکنه، 100% باید این المانا رو داشته باشه، اون چیزا رو داشته باشه. ولی واقعیت درباره عشق بهت میگم، رابطه رو کاری ندارم، درباره عشق یه لحظه اتفاق میفته. واقعا یه لحظه اتفاق میفته. لازم فکر کنم مخمله. مخملم چه قابلیت اینا. ولی موقعی که براتون اتفاق میفته، موقعی که درونش هستید نمیدونید چه اتفاقی براتون افتاده. موقعی که میزنید بیرون میفهمید. خدا نکنه بزنید. موقعی که میزنید بیرون دیگه اون لحظه دنیا براتون جدی دارم بهتون میگم. دنیا براتون کاملا تمام رنگ طیف رنگا رو توی زندگیتون میتونید ببینید. ولی بعدش همه چی خاکستری. خاکستری، هیچ چیز دیگه نمیتونه. خیلی قشنگ بود. سیاه هم نگفت، خاکستری. هیچ چیز دیگه نمیتونه. حالا یه سوال ازتون بپرسم. از یکی خوشتون بیاد، طرفم حالا با هم دیگه حرف میزنید، بدونید که مثلا طرفم تو رابطه نیستش، اونم خلاصه پیاماتون رو زود سیم میکنه، خلاصه اینجور چیزا. اگه واقعا از طرف خوشت بیاد میری بهش بگی؟ شما جواب آره یا نه؟ خوشم بیاد آره. من واقعا دیگه کسی خوشم نمیاد. نه جدی. زمان همه چی درست. نه زمان این حرفی که تو داری میزنی برادر من، میگی زمان همه چی رو مشخص میکنه، برای یه دردیه که تو مثال میزنم درمون داشته باشه. هر دردی درمون نه داداش اصلا همچین چیزی نیستش. من یکی نگاه کن، مسئله اینجاست که خودش باید بخواد. خب ببخشید یه نفری که اعتیاد داره، الان بالاترین درد، یه دردایی اصلا درمون میشن، یه دردایی اصلا درمون نمیشن. خب اعتیاد یه دردیه که طرف تا خودش نخواد هیچ اتفاقی نمیفته. آخه داداش تو اصلا مثالت اشتباهه. میدونم اصلا ما با اون کار ندارم. خب اونم یه نوع دردیه، اعتیادم یه نوع دردیه. خب این اتفاقی هم که افتاده اونم یه دردیه، ولی زمان درستش میکنه به شرطی که خودش بخواد. داداش من به یه چیزی میپیشنم، یه مثال یه ادوایس بهش بده. تو میری یه رستوران یه غذای خوب میخوری، غذایی که تا ماها زیر دندت،
خب بعد از اون لوبیا بزنن جلوت واسهتون طعمو داره؟ نداره. من میفهمم تو درکت میکنم. نمیفهمی؟ نه آخه یه چیز داری میگه انگار من درسته واسه تو خیلی قوی تر بوده، خب همه زوایا درجهش از من بالاتر بوده، ولی منم توی یه تایمی تجربه کردم خب که بعد اعتیادم بوده، خب یعنی تنها کسی که حامی من بوده اون شخص بوده، یعنی اون شخص حکم فرشته نجات منو داشته. بعد اعتیاد خیلی شرطه که دوباره نری داخلش. من 3 سال به اون طرف بودم. خب خیلی چیزا رو شما هم نمیدونید، ولی اون باعث و بانی کسی که تونست من اعتیاد رو بذارم کنار اون شخص بوده، ولی درمونش کردم. سخت بود واسم، کلی آسیب دیدم، خود اون شخصم آسیب دید، خب و هنوز که هنوز من بعضی موقع عذاب وجدان دارم واسه اتفاقایی که افتاده، ولی درمون کردم. حالا ماجرا اینه که همون تجربه رابطه خوب داشتیم دیگه، رابطه که شاید بعد از اون دیگه برامون اتفاق نیفته، یا بعد از اون دیگه سیر نشیم از هیچ رابطه. ببینید چی میگم؟ الان به نظر چرا جوان‌ها دیگه اینجوری نیستن؟ چرا رابطه ها به این سمت رفته؟ چرا به نظرت سقف رابطه ها اینقدر کمه؟ 2 روز با هم دیگه هستن بعدش چرا دنبال اینن که همه چیز، یعنی رابطه رو ابزار میبینن؟ پسرا یه نوع ابزار میبینن، دخترا یه نوع ابزار میبینن. چرا اون عشق کم شده به نظرتون؟ جالبش میگه چیه؟ خب واسه رابطه هاشون تعیین تکلیف میکنن که ما تو این سبکیم، مثلا من یه چیزایی شنیدم پرچام ریخ، حالا دیگه همه شنیدن دیگه همچین رابطه هایی ها. اصلا الان که تنوع بندی داره، مثل جعبه مداد رنگیه. خب الان اینو میخوام، 2 ساعت بعد اون یکی رو میخوام. الان قشنگ اینجوری شده. به نظر من رابطه از موقعی به فنا رفت که این کراش بازی شروع شد واقعا. ما یه کراش بلد بودیم، اونم کراش پیاده. من نه اون بازیه کراش ماشینی. شما به نظرم پرت شدی یه جایی که دوست نداری بیای. غرق شد بار. من هم شما دو چیز حرف میزنید من رفتم یه جای خیلی دور بعد اینکه حکم حاکمو داشتم، حکم داور داشتم، 2 نفر داشتم با هم دیگه فایت می‌کردم. اینجا نشسته بودم. دوستان تا قبل اینکه من الان بخوام بگم داستان اعتیاد و رابطه اینا، بچه‌ها هیچ کدومشون خبر نداشتن. من یه رابطه طولانی داشتم، ولی خب مثلا یه چیزایی به من کلا دو تا رابطه داشتم. خب با یه شخص 3 سال بودم، با یه شخص 2 سال بودم. میگم ببخشید 2 سال 2 ماه بودم. خب و حالا با کیس آخری هم یعنی تفاهمی با هم جدا شدیم به خاطر شرایط هامون، وگرنه هم دیگه هم خوشمون میومد، هنوزم در ارتباطیم، ولی خب حسی فعلا به هم دیگه نداریم دیگه. سینگل. شما چند تا رابطه داشتی؟ زیاد. من نمیدونم من چی بگم، من بلد نیستم. من خودم آخرش بکنم یه مولدی داره میگذره از قبل از اون هرچی بود سوء تفاهم بود دارم واقعا، یعنی اونها رو دیگه رابطه حساب نمی‌کنم واقعا، جدی دارم بهتون میگم. یعنی ولی الان به نظر خودم الانم تو رابطه‌ام آخر با عکسش اینجوری سنگین بود. ببین یه چی بهتون بگم، من دلم میخواد، یعنی میخوای بری دیسکو دست کسی که دلت میخواد بگیری ببری، میخوای بری نمیدونم پارک دست کسی، اصلا برادر وقتی میتونی یکی کنارت باشه باش بهترین عشق حالا رو بکنی. من این تنوع طلبیه رو نمیفهمم. بود یه چیزی گفتی یاد یه موضوع افتادم، اینو من نمیفهمم. اینم بهتون بگم، حالا این کلام آخر خودم بعد امیر بگه، اینو رو به دوربین میگم، اینو مطمئن باشید کسیه که به دست میارید و به راحتی از دستش میدید، مطمئن باشید تا سالها 1 عذاب وجدان دارید، 2 نمیتونید جای اون شخصی رو با کسی دیگه پر کنید. اینو مطمئن باشید. اون موقع که به هم زدید نمیفهمید، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه میفهمید که چه کار اشتباهی کرد.
واقعا راست میگه. آدم وقتی داخلشه قدر اون نعمتی که داره رو نمیدونه. تو بگو امیر چی می‌خواستی بگی؟ راجع به تنوع طلبیه بود؟ نه خواستم اصلا یه ماجرایی برات تعریف کنم دیگه، آخر ویدیو تعریف کنم. نه بگو وقت میشه. من سر کار بودم داشتم با یکی این توریست حرف می‌زدم، داشت ازم سوال میکرد، یهو همونی که باش تو رابطه بودم الان جدا شدیم، اصلا عجیب غریب بود، یهو صداش پیچید تو گوشم، بعد یهو خندیدم با خندش همون لحظه. بعد موقع که خندیدم در عرض چند ثانیه بغضم ترکید. طرف داشت با هم حرف زد، داشت مثل چی گریه می‌کرد. اصلا به نظر من وقتی تو رابطه ای تا وقتی میتونید ببین تو رابطه این مدلیه، یه روزی مثل رفاقت میمونه، یه روزی عاشق همدیگه اید، یه روزی همدیگه رو دوست دارید، یه موقعی هم دعوا میکنید با هم دیگه. اصلا به نظر من هر چی نمیگم دعوای زیاده، هر چی مشکل بیشتر یعنی اون رابطه محکم‌تره. اینجوری جا نزنید تو رابطه واقعا، چون شاید اینو به بچه‌ها رو به دوربین حتما جا نزنید تو رابطتون، شاید اون رابطه که الان داخلش هستید دیگه بعدش براتون اتفاق نمیفته. دیگه شاید اصلا اون حس رو تجربه نکنید دیگه، شاید اون لحظه رو، اون روزا رو چه میدونم شاید دیگه نداشته باشیش، میدونی، شاید نه اینکه جدا بشی، شاید اصلا صبح یک کدومتون از خواب بیدار نشید، همیشه فکر کنید فیناله، اون روز فیناله، انگار نه انگار فردای وجود داره، روز فینال قدر هم دیگه بدونید، وگرنه میشید مثل من، دنیا میشه وسط خاکستری میرید راه میرید به درد وایده نداره زندگی. اصلا یه چیزی بگید بشوره میگم حرف میاره، اصلا همینه دیگه، حرف واقعا حرف میاره. من اینو میگم علی هم بگه، بعد اینو فکر کنم دو پارت کنیم خیلی بهتره، این ویدیو رو تو 2 پارت کنیم به نظرم خیلی بهتره. حالا من نظرم اینه که همین یه پارت مثلا یه سری حرفا رو بعد کم بزنیم. اوکی پس من میگم همین یه پارت، اگه طولانی شد ببخشید بچه‌ها. لایک و سابسکرایب هم حتما یادتون نره. من میخواستم اینو بهتون بگم، امیر گفتش که واقعا فیناله، من دل یه شخصی رو بد شکوندم، حالا از پیش خودم توبه کردم حقیقتا، ولی اینکه ببین وقتی دل یه کسی رو میرنجونی حتی حاضر نیست حتی پیاماتو ببینه. من فقط به اون شخص پیام داده بودم، هیچ حسی هم واقعا بهش ندارم، هیچ حسی، فقط خواستم پیام بدم که بگم من ازت معذرت خواهی میکنم بابت کاری که کردم. گفتم شاید من فردا وجود نداشته باشم، زبونم لال، شاید اون شخصم فردا، امیدوارم که هر جا باشه سعی و سلامت باشه، ولی گفتم اتفاقه. حتی حاضر نشد پیام منو سیم بزنه. میدونید چی میگم؟ این دل شکستگیه دیگه، یعنی دل طرف رو یه جوری من شکوندم که حتی فکر کنم اسمم هم بیاد رو گوشیش حاضر نیست پیامو باز کنه، دیلیت میزنه. در کل این که واقعا نشکنید دیگه آقا. دل مثل می‌خواستم فکرم لیوان، گفتم لیوان رو بندازم پایین. تو هم کلام آخر رو بگو که من حالا می‌خواستم مثال بزنم. خب در پیرو صحبت‌های امیر، کلا زندگی کردن که کلا سخت است. خب یه چیز با ارزش هم داشته باشی، خب 100% نگهداریش هم خیلی سخت داره. مثلا خانواده، خدا قربونت بشم مخمل خب خانواده، عشقت، رفیقت، خب یه چی میگن یه چیز ارزشمنده مثل طلا. خب تو طلا داشته باشی نمیای بذاری تو جیبت دیگه، یا میندازی گردنت، تو دستت، انگشتت، داخل خونه این ور اون ور پرتش نمی‌کنی. یه جای مهم میذاری که یا همیشه کنارت باشه، یا اگه داخل خونت هم هست داخل گاف صندوقت میذاری که خیالت راحت باشه. به نظرم آدم عشقش هم بعد همینجوری نگرده داخل گاف صندوق ولی تتلو میگه داخل گاف صندوق قلبت یه تو الماس داشته باشید همه جا نمیذاریش. ولی امیدوارم الماسای زندگیتون رو واقعا پیدا کنید و بدونید. به نظرم یه جوری زندگی کنید که فردا اینا اگه اشمان هست میگه حال من خیلی خوبه، ببین جای دستام رو در دیواره، به این حال نرسید. به این حال نرسید قدرم دیگه بدونید. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو ما بودید. پس از ما حمایت کنید، کامنت حتما برامون بذارید اگه شما
همچین حسی رو تجربه کردید یا اگه مثلا چیزی هستش که باید به اشتراک بذارید تو کامنت حتما بهمون بگید. دمتون گرم که با ما بودید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. تا ویدیوهای بعد دمتون گرم. بدرود.